دو شهروند تاجیکستان در شهر تیومنی فدراسیای روسیه شب 29 ایول از جانب کارمندان FSB روسیه کشته شدند. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебных. کمیته تفتیشات و FSB گفتند که هر دوی آنها قصد داشتند در قلمرو تیومن عمل تروریستی انجام دهند. در این باره پورتال اطلاعاتی بامداد خبر می‌دهد. با گفته مقامات امنیتی هر دوی کشته شدگان گویا عضو داعش بودند و در جریان یک عملیات ویژه هنگام مقاومت مسلحانه به ضرر گردانیده شدند. مقامات رسمی روسیه جزئیات دیگر این پرونده را از جمله معلومات درباره شخصیت کشته شدگان را افشا نکرد، اما نمایندگی شهر اورالی روزنامه کامرسانت با تکیه به منابع خود خبر داد که کشته شدگان ساکنان تاجیکستان بودند. در نوارهای ویدیویی نشر شده دیده می شود که جسد دو مرد کشته شده در میان علف بلند جنگلزار در نزدیکی ماشین سیاه قرار دارد. تحریریت خبرها برای روشنی درآوردن اویدی وضع به بهرام همرایف، کارمند مرکز حقوق بشری مموریال و راهبر جمعیت مهاجران سیاسی آسیای مرکزی مراجعت کرد. اولا من ندیدم که این دو تاجیک حمله تروریستی آماده کرده باشند. من کاملا به این باور ندارم. ثانیاً وقتی که چنین معلومات این طور پیشکش کرده می شود، معلوم می شود که این تنها کار دست خود ساختارهای قدرتی است. شاید این دو جوان به جای رفتند. بعضی ها در روی خط همچون رادیکال قرار داشتند و آنها را با یگان راه فریب دادند. مقامات امنیتی در نزد خود دلیلی ندارد، از جمله تهدید به کشور، عمل تروریستی یا چیزی دیگری ندارد. تنها روی خط است. طبق این روی خط اشخاصی را قتل میکنند، تیراندازی میکنند، سپس اثبات کنید که کشته شدگان تروریست نیستند. همه چیز را اثبات کردن غیر امکان است. بنابراین مقامات امنیتی میگویند که آنها تروریستند و با همین خاتمه میبخشند، گفت همرایف.